صدای تو نآید خوابم، آهنگ خوشی از دل تو دریابم. خوابم نبرد اگر سرودی الله، ناخوانده رود به گوش من مهتابم. بعد مردم کوهستان، مردم تهجویی، اینجا همه مردم تاجیک زبان، اگر مردم تاجیک زبان همشون کوهستان، همون اطرافای کوه میشینن، کوهستان پوره ده. این ده های ما نیلو نام دارد، نیلوی پایان اینجا، نیلوی بالا داریم ما. اینجا سرحوض هست، چناری بسیار تاریخی داره. چنارش به قول 500 ساله ها عمر داره، همون سرحوضش وقتی. همینجا یک شاعر بسیار بزرگ گذاشته است که اصل 17 ده، داملا آخونی عبدالکریم. همون انسان اصلا در دهه خانجه تولد شده، بعد آمده همین دهه نیلی ماده زندگی دوام دادگی. با قول همون بنیادگذار همون سرحوض ما، همون داملا آخونی عبدالکریم. اون کس همونجا آمده منزل کردن، پس همون چنار همونجا بنیاد میکن. چنار خیلی تاریخی است، در ولایت سرخندریای ما خیلی درخت بزرگ و کهنسال و مثلا از یک حجم هم خیلی بلندش 450-500 متر آدم میرسه. اطرافش هم خیلی بسیار یک حفظش هم خیلی بنیاد شدگی که در یک بلندی است. باور کنید ماهی دارد میشه، مثال بسیار یک آب مصفا، تمام هم مردم دهه از همون آب می نوشن. لیکن هم خیلی یک فیض و برکت دارد، هم خیلی یک تراوت دارد. برای میگویند که مرا این کوهساران دلبری داد، هوایش نغمه سازی دری داد، مقام و مسند شعری بلندش بزرگی و دلی پیغمبری داد. اینجا یک استاد بودن، یک شاعر دو بیت سرا بودن با نام سلیمانی خواجه نظر. دو بیت بسیار بلند میگفتن، بسیار گفتیم که در همین منطقه ما خیلی شاعر تاجیک زبانی دو بیت سرا نگذشته است، بسیار به درجه عالمی نیستم. من خیلی کردم ما سالهای 1997 همون دهه ما از 4 قسمش یک قسمش جانب پستی کوچید زمین. بعد ما تخمینا 56 خواجگی 60 خواجگی از همون دهه بالا و کوچیده اینجا فرامون سال 1997 میشه. بعد اینجا مسکن کردیم، اینجا هم نیلوی پایان مونده. معنی نام نیلو از ریشه نیلگون، مثلا دیه باشد سبز و خرمی. اون در همون ناحیه حصار تاجیکستان یک نیلو هست. من همون نزدیکی همون دیه نیلو ده یک دهه چوزی هست. اونجا 2-3 سال آموزگار شده کار کردم. من مثلا تاجیکستان خوندم، بعد همونجا 2-3 سال با معلم شده کار کردم. اونجا دام نیلو هست. همین نیلو آب و هوای تازه، دهه سبز و خرم. اگر آب منو میگن آسمانی نیلگون، آسمان سرخ. دهه معناش خوش منظره و زیبایی و همه منطقه کوهستان یک سبز خرم. درباره ما استاد پیدایش همین دهه نیلو اکنون همون طوری که گفتم آلوه جان، تخمینا 400 سال زیاده از 400 سال پیشتر همینجا بنیاد شده است. بعد ما یک دهه دیگه داشتیم با نام پهنامه. او دهه از ما بالاتر جایگیر شدگی. بعد سال 1905 یک زمین لرزه بسیار سخت می شود. او دهه بعد از دهه خفر، از دهه سینه سیومین دهه بودگی کلان، از جهت کلان حجم بسیار کلان دهه بودگی. بعد از بلندی خاک پریده آمده، همون دهه پنامه و پنامه شریف میگویم. اصلا همون دهه گرفتگی، کسی که یک کس مثلا من چوپان باشد یا که یک پیکار از دهه برآمده رفته باشه، همون زنده ماندگی دیگر تمام دهه رنگ همون شراره حصار برای گرفتگی
خاک گرفتگی. همون فقط یک آیله ده، همون یک مادر و کودک، همون هم پیش همون لای رنگ همون یک دخترچک زنده مانده بود، شراره، بعد نامش هم شراره ماندن، همون درون گهواره بودگی، همون پیش لای رفته یک بلندی در بردم گهواره ماندگی. همون آدم تا سالهای نزدیک زنده بود، باور کنید، تا سالهای نزدیک. بعد من همین دهه ایلیشت زندگی میکردم آدم اصلا اهمی پناه. بعد همون یک مادرش که همون لای پیش میبرم، هم یک بلندی میمونه دیگه، تمام همه منطقه زیر خاک میمونه. دهه نیلی مونه همون زمان ها خرسنگ های کلان، من خیلی زیر کوه در جای گیر شده که خرسنگ های کلان آمده، مثلا خانه های زدگی ویران که چند آدم ها مرده رفتگی، یک قسمش باقی نیم ویران شدگی. دهه پنامه بالکل خاک گرفتگی. مقصد از همونجا بعد همون باقی ماندگی همون آدم ها هر قشلاق های اطراف رفتگی، بعد یک قسمی باقی ماندگیشون آمده همون خطی هم دهه نیلو گوییم یک جا زندگی. پیدایشش همون گفتیم که همون زیاده از 400 سال من میکنم، گفتیم که بعد همون رونق یابیشه با همون اصل 17 گوییم که همون آخونی عبدالکریم آمدگی شونده هم خیلی نسبت میتن مردم ها. اصلا بعضی تاریخ نگارهای بزرگا وای میکنن که همین مردم های تاجیک نشین از طرف های سمرقند، ده بیدی سمرقند خیلی هم شده همین طرف آمدگی گفتگی قصه هم میکنن. معلم بخشش یک سوالی ولی درباره تاجیکستان یک شعر ایجاد کردگی داره یا نه؟ درباره تاجیکستان دارم شعرها دارم. تصحیح کردن میتونی؟ میتونی؟ من کتابش میتونم شما. من کم مقطع فارغ ایجاد میکنم. درباره 80 سالگی دوشنبه یک شعر ایجاد کردم. من یک دو کتابم هست. من اگر رنگ باشه شما دم دو دانه هم کتابم یک دانه میتونم. شما شعر هم اجرا کنید درباره تاجیکستان باشد، اگر دایتون باشد دیگه اون شعر خونید درباره تاجیکستان اگر دایتون باشد. با 80 سالگی دوشنبه شهر یک شعر که بخشیده بودم. دوشنبه سرزمینی مردمی خیشی، پناه و پشت هر دارا و درویشی. دوشنبه با همه همراه و همکشی، سرابانی سرانی آخری و پیشی. مبارک جشن 80 مبارک. دوشنبه خاک پاکی بس نظر کرده، دوشنبه منزلی از بد حذر کرده. چه انسان ها تو را درگاه و در کرده، ز فیضت ملتی تاجیک سمر کرده. مبارک جشن 80 مبارک. تمام مردمان زال سامانند، زبان را پیروانی لحن آریانند. و خلقت با خلائق یک دل و جانند، همه یک راه و یک دین و به ایمانند. مبارک جشن 80 مبارک. پریشان است خاکت عاقلت بسیار، و فردا عید و رخشان مائلت بسیار. چو بحری و به هر جا ساحلت بسیار، به فتح قله های نائلت بسیار. مبارک جشن 80 مبارک. تو را عینی و مرزا تاج سر کرده، تو را بازار و لایق شعری تر کرده. کتابی تاجیکان نوری بسر کرده، دوشنبه هم تو را الله نظر کرده. مبارک جشن 80 مبارک. تو بگشادی گره سرنوشتی خود، بخارا گشته آخر ز کشتی خود. گشادی عالمی رازی بهشتی خود، ز نور حق بیارایی سرشتی خود. مبارک جشن 80 مبارک. تو طلایی بدخشان دوشنبه، دو رخسار زرفشان دوشنبه. تو پیوندی به ختلان دوشنبه، تو قلب تاجیکستان دوشنبه. مبارک جشن 80 مبارک. دوشنبه در دل و ورد زبان باشی، چو دریاهای به آخر روان باشی. بلندی و بلندان را مکان باشی، مقام یافتی الها جاویدان باشی. مبارک
جشن 80 مبارک. سری من نیلوی من سروری من، شدی معوای و درگاهی دری من. کفی آبت بشوید تربتم را، کفی خاکت سرابان سری من. من درباره همین دهه نیلوی خودم زادگاهم یک غزلکی نوشتم. منم یک ذره‌ات، یک قطره آب و گلت نیلو. منم یک ذره خاک و زمین و ساحلت نیلو. زبانی من دلی من هر زمانی که وطن گوید، وجود و هستی و جانم همیشه مائلت نیلو. وصیت میکنم امروز که فردا تربتی بنده، بیاساید یک کف خاک پاک منزلت نیلو. چنار و حفظ مشهور از سرابان سری خلقت، هزاران شکر پیرانی به آر و عاقلت نیلو. تو دارای سلیمان و صفای و آخون و صابیر، خدا دادند و میگویند که ما بر نادلت نیلو. زناداری بسا دوری و دارایید بزرگانت، کنون آنان به فتح آبرو چون عاملت نیلو. مکان داری مقام داری نصیبی مردمانی تو، همه همراز و همکش و درختی حاصلت نیلو. دیگر غم را نبینی و بلندی ها نصیبت باد، منم قربان آن خاک و به دیدت ناقلت نیلو. منم قربان آب و خاک آسمانی ملت نیلو. این همین که دادر جان که این دهه ما در طول تاریخ دو سه مرتبه هم خیلی شکست ها دیدی. یک مرتبه در نتیجه زمین جمعی نیم ویران شد، دو مرتبه همون گفتیم که یک قسمی همون زمین ده از 4 حصه یک حصهش کوچه پایان رفت. هم خیلی حادثه ها شد. برای همین دیگر غم را نبینی و بلندی ها نصیبت باد. همین چیزا در نظر داشتیم. بعد همین استاد سلیمان یک دو بیتی داشتن. منم یک ذره خاکی تو نیلو، سرشته از گلی پاکی تو نیلو. تراویده زی اشکی چشمه هایت، زکوهی سر به افلاکی تو نیلو. من استاد راستی هم خیلی حس کرده باشم که اکنون هر کس با همون چارچوبی خودش میفهمیدگی وطن دوست می‌دارد. مثلا اون نقطه نظری که من دارم، من نقطه نظری نوار، طبیعت، نگاه. مثلا من شما حس کرده باشم که از همین سرودای خوانده است، همین حسابتون گون که خیلی عشق ریزید. من حس کرده باشم این چیزا. برای همین دادر جان من یک درباره وطن هست که وطن هر روز در یادی تو میرم، وطن از بحر بنیادی تو میرم. شاد و مشکلی بختم تو باشی، الها من به هر بادی تو میرم. من از وادی سرخان میکنم یاد، زی ملک ازبکستان میکنم یاد. سمرقند و بخارای شریفش به حق آل سامان میکنم. سلام علیکم. یک جان تشکر. دادر جان ما خیلی بیتون که من شما نه مهمانداری کنم. شما مهمان بسیار عزیز بودید. من راستی مردمانی خصوصا منطقه همون ولایت سوق، خصوصا پنجگین بسیار مردم های با فرهنگ هستم. من اکنون دورتر خواندم از مرکز، من کلاب خواندم، لیکن میدانم که مردمی بسیار با فرهنگ، مثلا فرزانه خوجند ابجنبال سروش دارند که بسیار بزرگها. یک چیز که ما همون مسئله همون تکنیکل سوستر اکنون من نشد یا تنقیدی بچه ها خیلی مگر من یک تلفن کلان گرفته علاقه برقرار کنم. خیلی جوانیم ده من بسیار شعر جذاب میخوندم. اکنون آدم سالش رفته دندان ها سمدل کشیدن رازگه همون به خاطره هم اندک سوستیم. هر هم شما میندار مالی. شما بتون که من شما نه مهمانداری کنم. شما نکردید کرده ما خیلی یک جان تشکر. حرکت کردم. من از همین کتابخون دو دونه شما را این خودش دو دونه هر دوش از تاجیکستان چاپ کرده هستم. دو دونه یک شما میتونم. یک جان تشکر. خیلی من در آلیفام استفاده میبرم. رفتو وقتی آینده یک وقت استفاده میکنم. خانه ما همینجا. نام شما چی؟ امید جان. خانه ما همینجا. گفتن نمیشه رسیدن های کوه ها را ندیدیم ما به هم دیگر، ولی آدم رسد با هم خدا را گر عطا بودن. خدا یا اگر عطا کنه یا ما
وطن شما مهمان میشیم یا شما اینجا میبید خانه ما من همجا نیلوی پایان من همجا میدارید عبدالبارات قادری کی باشد میدارید میشینید صحبت میکنید یعنی از اینجا تا نیلوی بالا چند کیلومتر؟ 5 کیلومتر راه هست 5 کیلومتر راهی کوهی لیکن راه بسیار هم سال گذشته پم کشیده سنگ فرش کردن همه توری ماشین همه نمود ماشین به حضور می رود یگان دشواری ندارد یگان چیز ندارد اونجا هم یک انسانی با فرهنگ محمد صاحب مجنون میدونم عبدالوهی جون محمد صفای وفازاده گفتم یک انسانی با فرهنگ هستن اونجا هم بالا رفتن حاضر سلام علیکم البته خانم ما شنبه از ناحیه پنجکین. سلام علیکم. خوش آمدید. سلامت باشید. رحمت مرحبا. ربنا آتنا فی الآخرة مردم پنجکین در ورزشان و مردم سرخان‌رجا بسیار نزدیک بودند. اما همکوسای ما بودن و منم معلوم یادتن تو پنجکین یا هست. بوده موج با آوادی زرافشان. خوش آمدید تو. نوعی پنجکین. من همین شرفتی من برادر عزیز من اکاوکتی من اینجا تماشا اومدم. یک جا اومدن یک کس با نصیب میکند یک کس من نمیکند من شکر میکنم پروردگار که من همین جای شما من نصیب کرد که من اومدم من همین مقدساتوی پروردگار چیزای نادر من تماشا کرده شدم. چی تاریخ دارد من این درخت همین حوض همین دیها یکم لایق بزرگ زرافشان میگه که دولت من ریگ زرین زرافشان بس بود ذره گر زر بجویم از زرافشان نیستم اگر زر میجستی تو اینجا نمیموندی تو یکم خوش آمدید تو نور دیده تاج سر استاد ما شاعر سلیمان که همینجا گذاشتگن درباره نیل بسیار بیت بلند دارم من هم یک ذره خاک تو نیلو سرشته از گلی پاک تو نیلو تراویده زی آبی چشمه هایت زی کوهی سر به افلاک تو نیلو بار دیگر به نیلی باستانی خوش آمدید نیلو اگر خیلی گریم کلمه سعودی هست معنایش همه وقت آسمان صاف و بی غبار گفتیم وای داره معنی داره خود مردمش هم نسبتا ساده بی غباره مهمان دوست همین خیلی تز برادر پیدا کرده بابای اعتقاد میکردگی این جایی که حاضر شما حضور دارید برادر این مجموعه سری حفظ میگویم با نام همین حفظ معلوم بنیادگذارش یکی از بزرگان عارفان عاشقان گویم پیشوای همین دیها ملا کریم آخوند هست که همین مسجد و همین مجموعه به نام هم کس مانده شدگی این مجموعه سری حفظی به نام کریم آخوند مسجد عیناً به نام ملا عبدالکریم آخوند هست این جایی که حاضر شما قرار دارید در گذشته پیش قدمگاه حضرت بهاءالدین منسوب می شود و از روی روایت ها من این چنار که شما میبینید گرگشتش خاک بیرو همین اطراف 35-36 متر بلندش 70 متر همین خیلی چنار فقط در سرحد ازبکستان قزاقستان هست که وای این کلام بودن قطعی سلکت لیکن اوسیش ماندگی یعنی که از رواج سبزش ماندگی پایان رفته این درخت برعکس سبز شده متخصصا از لنینگراد مسکو تاشکند ترمیز آمده سنجیده همه خیلی به خلاصه آمدن انا مسجدی که اگر درونش دیده باشتم این مسجد به حشری مردم سال 92 ده هم سالی که بسیار زندگی دشوارتر بود مردم همینه با حشر بنیاد کردن اصلا بیشتر
یک امک ما هست عبدالفتاح حاجی، اون کس همین سپانساری کردن، همین مبلغ گذاری اساسا همه آدم کردن، 90 فایز مبلغی همین که چیزا همون کس کردن. من این قسمی که بیرون حاضر ایوانی که شما دیدیستم این همین سال با هشار مردم سر کردم. خدا خواه بعضی کمبودی هاش بود میشن نصیب باشه برای مردم وای میشه. مسجد سالیان دراز به حجت بود و شما هم معلوم که مسجدهای به حجت فقط در قزاقستان حجت نمیپرسن، کدام مسجد خواهی رفتن ما میکنه، لیکن در خود ما به حجت ها رخصت نمیکنن. همین مسجد با تشبسی گویم راهبران همین قشلا اقساقالا 7 سال من خودم پس همین حجت همین مسجد دویدم، همین حجت کردیم سال 2018. من اکنون مردم به ملال عبادتشون کردم ایستم، بسیار رای خوب است. خلاص این مجموعه من اگر همین حوضی که دیده ایستادم ماهی ها آب تازه کردم ایستم، این در هم کوهستان شما هم هست. دیگر اینکه همین آب برای تمام نوشیدن خارجی های همین قشلاق تامین میکنن، حتی قشلاق پایان هم کشیده بردگی هستن. مالمون هم از همین چیز است، شستشو هم تمام نمیشد گویید؟ نه زیاد میشد و کم نه. اینجا یک توت هم بود کلان، ما این سال که اینا ایمان کردیم و خلال داد گرفتم و هم در همین مجموعه هم جای بود. این آب ایروش هم تگی چنار، ایروش تگی چنار او را طرف همین توت وای میبرون، دو چشم میبرون در جایش را همین خیلی وای میگن. خلاص تمام آب نوشاکی شستشویی و برای استعمال مال هم همین آب تامین میکنه، همین خیلی یک بفایز جو. این ماهی ها کجا؟ ماهی ها اکنون وقتی که همین حوض ساختن آوردگی تخمین میکنن که این حوض 350 ساله تاریخ داره. شما یک چیز اهمیت داده باشید، هر قدی وایده یک تا چوب و سنگ ماندگی های. من همین دیواری گویم اطراف وای این چوبا در نم کشیدن پس ورم میکنن که همون وای ترن کردن میگیرن، دیگر آب نمیزه این طرف. همین آبم برای اکنام کردن بهبوده وسایل نشدن همین خیلی. با نقل است که همون طرف یک رنگ سنگ جواز یا که سنگ آسیاب هست که سنگ آسیاب باره سنگ است در همین خیلی تشوک همونجا دست دراز کنه تام آب است میگن. تخمین میکنن که حوض دویم هم هست پایانده، چون که وقتی که این حوض تازه میکنن هر سری چند وقت همین ماهی ها خود غای میزنن همونجا میرن. با که مردم وای کردن با ساعتی هم با اختیاب با پیدا شدن میگن. فقط سال 2011 وقتی که زمین جمعی بسیار سخت شد، 2005 میگن، 2011 میگن، 2012 انیخترش 2005 سال این حوض به تمام خشک میشه. بعد درجه که حتی من پرنده ها مرغ درون خونبازی میکنن. بعد میگن که یک بیوزن با نام بیبی سارا همینجا یک گاوی کبود آخرام دوساتش دمه آوردن میکشیدن همین چیزن آب تا کشته گوشتش اون وقت خام دادن که خام تلاش میگن که دادم تا حالا پوست کردن تی حوض کم کم نم شده همین آب پیدا شد. بعد همون سال حال دیگر این آب قاق شدگیش نی بعضن کم میشه چیز میشه. این سالای 80 بود اگر به خاطرتان باشه ازبکستان بسیار سخت وای شده بود، ضد دین افیون گفتم مبارزه بردن. اینجا کتابخانه کردن، خواستن که اسکلت کنن، ما گفتیم اسکلت نمیشه کتابخانه کنیم، کتابخانه کردن و کردن همین آب یک هفته همین خیلی حفظ نبرامد اینجا برادن اینجا به جوبر برامده بود دو طرف میره نبرامده همینجا من شد. به بعد 3 روز با اساس زیاد شدن برامده رفت. همین دهین نیرو و جنگ بزرگ وطنی به اشتراکچیش هست کیا هستن؟ اکنون از جنگچی های اساسی قریب که نمان. من بای خودم بودن حمیدوف عبدالصمد، کریموف مرادالله، تاشوف نرزالله، بیکوف نرزالله، انا همه آدم ها بودن همه پر حیات گذاشتن. خیلی جنگچی عیناً در جنگ اشتراک کردگی حاضر نمان. سلامت باشید. یک جان تشکر. اگر
یکون بیتون مهمان شدیم شب افطار یک جای میکنیم. این خیلی مهمان در من خدا داده. هزار رحمت. یک جان تشکر. من همین ابوجی هم تو من یکی ابوید ما سخت حرمت احترام کرده و دست کرده من همین. این آدم که تمام خدمت شما میخواد. سلامت. مهمان رزق به خود می آورد، هم گناه میزبان را میبرد. اگر شما مهمان میشید تا اونم آنچه گناه ها آزاد میشدم با در ایمان شریف رمضان مثلا خوش رو میشد. هزار رحمت. یک جان تشکر. یک جان تشکر. صحبتی ناز گذرونده. باور کنید من خیلی این جوهای این چنار این خیلی من حیاتون نکنم. ها نه این گفتم که در آسیای میانه این کلانترین چنار خیلی چنار نیست دیگه. فقط گفتم که در تریتوری ازبکستان قزاقستان همونجا و در ریال چه چیز هست اونجا؟ چه درخت ها؟ شما باشون در دیده گیتامی؟ ها و چه؟ باشون در چنار دیدم ما یک وقت گفتن که همین چناری بسیار کلانی واهمه کرد. بعد تاکسی و این راهنمای ما به همون راه آورد که تماشا میکنه تا همون همراهمون خیلی و اونجا آمدم پس یک تاکسی فرامدیم و یک کمرکک بینش کابل یک مگزین چه کرگی همین چیز فروخت دادیم و همون همراه فرامده این کلام گفتم من گفتم این یک شاخ چنار من تغرمه گفتم نخود در ازبکستان خیلی شما باشه. من گفتم اگر باور نکنید مرحبا مهمان شوید من نشون میدم و من همین یک تنه باره تنی قصد باره درونش کاوو کردگی و یک عطر پاتر همین سقیچ پاکش مونده فروخت دادن همین خیلی قطرم این دیده در ارگوت چناری کلانه ممکنشمون دیده گیت اونجا نزدیک گذاشته باشه تا اگر سالهایی که ما خورد بودیم میگفتم بعضا موسفیدا که بعضی درختی هست که اگر 10 نفر هم دست به دست ایستاد در گرداگردش نمیغنجد گفته. ما از اون وقتا باور نمیکردیم. انا ببینید این چنار من باوری کامل دارم که زیاد از 10 نفر زیاد هم اگر دست به دست ایستاد در گرد این چنار با هم اومده و بر نمیخورد. به حد چناری بلند است. و معلم گفتن که تقریبا 400 سال عمر دارد. من فکر میکنم از 400 سال هم زیاد است. چی همین حوضی که میبینید معلم گفتن ببینید در همین قدر بلند کوه در بالای بلندی کوه جایگیر شدگی است. اینقدر آبش تازه و مصفا. مردمان همین ده این حوض رو هم پاس میدارن احترام میکنن. دیدید ماهیچه ها آزاد گشته ایستادن. هیچ کس با ماهیچه ها کاری ندارد. این خیلی عجایبات ها در بسیار دهه ها شاید باشد. همه اون دهه ها رو دسترس کرده و رفتن کاری مشکل است. اما از همین خیلی جایهای تاریخی از همین خیلی جایهایی که ارزش و مقدسات قدیمه و هم قیمت بها دارد حتما ما رو خبردار کنید که ما رویم نوار کنیم و همین چیزها در گوشه فراموشی و در یک گوشه از مد نظر دور نماند. برادر عزیز وقتی که ما این مسجد کشادیم و کنیم گرفتیم بودیم این ستونی بود دو قوطه ستون من همین خیلی 3 طرف مهم دو قوطه ستون ایروش خیلی باید و وقتی کشادیم اون طرف و این طرف 2 تا کوزه برون کوزه ها روش همین رو دهنش و اول حیران شدیم برای چی و خوب ایره کردیم که این کوزه ها برای عکس صدای امام در تمام داخل بنا یخل دادم ماندگی بوده. انا اصطلاح پیشنگر ایجاد شده در درون دیوار در درون دیوار در همش همین طرف ماندگی. اول حیران شدیم این برای چی کوزه نه کلانی مایده دهنش کشاده ایستادگی دهنش کشاده ایستادگی دسته دارم در جای وای در درون من اون دیوار دو قبط که خیلی من اون دیوار بین دوی همین ده فوش اون دیوار ده همش این دیوار نموندگی آواز تمامی مسجد یخل دادن نه انا نگاه کنه اختراعی باید کدام استاد ساخته ایتون پیش اول استاد غالی بود استاد کنجی همینا بعد آخران استاد با سرداری استاد خدای بردی استاد زکریا استاد محمد رضا استاد عبدالله استاد محمد استاد سلیمان استاد رحمان استاد نصرت الله بسیاری 22 تا استاد کار میکرد. هم سال 92 همینجا با من خودم با قبل دیرکتر بودم هم معلمان خودم رفته بود. تمام نوانگی رای گفتگی ای عشق سرچشمه مقصودم شد ای ناله امید روز بهبودم شد ای خامه از سای فصل پیریم باش ای شعر تو زنگوله تابوتم. از ما خیلی سلام
من یک تک نام نیستم. البته این آب همه حوزه حاج بابا. آب همون نه من همچه منم من اسم فامیل هاشون اسمشون رو بیشون میجون میجون که میکسم. السلام علیکم. خانم من همه راه اون کلمه هم نمیشم یا عمده توفره گفتم. تا شما دست کنید. خوشبخت بود. سوریخت رفتی. کتاب درباره نیلو و نیلوییان همین نخل‌هایی که در پس منظری همین نوارها می‌بینید ما از همین کتاب می‌گیریم. یک جهان تشکرهای زیاد می‌کنیم به مردمی سربلند همین کوهستانی بلندکوه و پدری بزرگوار. یک جهان تشکر به شما که نورو خوش پذیرفتید، نوری چشم خوندید و همین کتاب قیمت بها رو به ما تقدیم کردید. یک جهان تشکر، هزار رحمت. در پس منظری کادر آدم از لایق شعرعلی بسیار گفتن، بسیار یادآور شدن از عبدالله رودکی، از همان بزرگانی که در وادی زرافشان در تاجیکستان عزیز با وای رسیده و ایجاد کرده و سهم خودشان برای پیشرفتی همون مردم و پیشرفتی دولت و وطن گذاشتگی هستند. بسیار یادآور شدن. از این بر می‌باید که برادرای عزیز از بزرگان ما و شما هم در همین منطقه ها قدر میکنند. بیاید از ما برای ما و شما هم تربیت شود، عبرت شود. باید ارج گذاشت انا همین منطقه ها و انا همین خیلی مزارها رو حتما آمده زیارت کنید، از آبش نوش جان کنید. این شب گذشته شب قدر بود. امروز روز 28 اپریل سال 2022 از ما در دهه نیلوی جمهوری برادر و یاری ازبکستان قرار داریم. یک جهان تشکر که با ما بوده تا به این دار. هم در خانه یک دیده جایت به هر دو دیده خوبم خاک پای. سلام علیکم. شما هزار تشکر. حاج باید دعاتید مادر. الله اکبر. سلام علیکم. زینک ببینی یک جهان تشکر. آمدن گرفتم. یک جهان تشکر. کاش که میموندم شاید